آخر هفته برفی خودتون رو چجوری گذروندین؟ آها بچه های میخوایم بریم چیزی از هم معلوم هست؟ نه چشه من که یه من معلومه آره تا معلومه تا من معلومه. آقا ما ساعت 6 صبح توچال بودیم. بعدش تونستیم با نفر 350,000 تومن که بلیت رفت و برگشت تلکابین تا ایسکا 5 بود بریم بالا. اونجا حواستون باشه باید اول وقت برین که خیلی تو صف طولانی نمونین وگرنه اذیت میشید. وقتی که رسیدیم بالا هوا خیلی سرد بود. اونجا بازم حواستون باشه که حتما باید 2 جوراب بپوشید. صبحونه هاشو برید تست کنید. یه دونه نیمرو میخورید با سس تخم مرغ با چایی داغ تو اون هوای سرد، یعنی لذت دنیا رو میبرید. بعدش هم گفتیم تا قیافه هامون خوبه تلاش کنیم که یه چالش باحال بسازیم. ولی خب حالا شما نتیجه رو مشاهده کنید. یه تیکه از شدت سرما انگشتامون کار نمیکرد. برید عقب من که دستمو اینجوری کردم بیای خب طبیعی بود. یک دو سه حالا 2 دقیقه تو بغلم بمونی دیگه ما سریع میریم. اینجوری؟ آره صف کن 1 2 3 تلاش ما برای ساختن چالش نتیجه نداد. رفتیم یه جا گفتیم یه ذره برف‌بازی کنیم. برفاش خیلی پودر بود. اصلا نمیتونستیم هیچ کاری بکنیم. آخرش هم شبنم جون ما رو تنها گذاشت، ولی من و مهتاب 2 تایی با هم رفتیم یه کافه باحال که یه قهوه داغ بخوریم که روزمون رو بسازه.